السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. ربنا زدنا علما. دیروز از قضایا یا مطالب دهگانه‌ای که مربوط به هر علم میشد و ما او را در روشنایی از او مطالب یا امو قضایای اصول التفسیر و علوم القرآن بیان کردیم. بعد از او عنوانی که داشتیم وحی بود و وحی را تعریف کردیم، تعریف لغوی کردیم، تعریف شرعی کردیم. بعد از او باز معانی وحی یا کاربرد علمیش لفظیش در قرآن کریم که با کدام معانی استعمال میشه و همی قسم بعد از او معنی شرعی وحی و بعد از او عنوان خورترک که داشتیم چگونگی وحی به ملائکه به فرشته ها و رسیده بودیم تا انواع ارتباط الله عزوجل با پیامبران علیهم السلام. الله عزوجل در کلام مقدسش هر نوع ارتباط را با بشر یا مکالمه را با بشر نفی میکنه مگر از طریق وحی. مثل که در آیه 51 سوره شورا الله عزوجل میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل الیه ملک او یرسل الیه رسول فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. نیست مناسب به هیچ بشری، به هیچ کسی ان یکلمه الله ای که سخن بزنه امرای الله مگر الا وحیا، مگر از طریق وحی که پیغمبر باشه. ورنه الله به قادر هست که امرای همه ما صحبت بکنه، گپ بزنه. خو شأن و مرتبهش، علوش، بلندیش، مقامش، خالقیتش ایجاب میکنه که باید همراه ما از طریق نماینده هایش، از طریق رسولایش گپ بزنه، پیام خود روان بکنه. و این ما در زندگی عادی معمولی روزمره خود در سیاست های داخلی کشورها هم میبینیم. ادناترین یک والی باشه نمیخواه که امرای کلگی گپ بزنه، از طریق سخنگوش یا نمایندهش گپ میزنه. ایچی باشه که رئیس جمهور یا رئیس دولت دروغین راستی باشه، امکان نداره که امرای هر کسی و گپ بزنه، به خاطر که بر از او کسر شأن است. پس از طریق نمایندهش پیش میری، با یک نفر گپ میزنه. پس اللهی که خالق ما هست، اللهی که رازق ما هست، مالک ما هست، پس ایجاب میکنه که امرای ما از طریق نماینده هایش کسایی را که انتخاب کرده 124,000 پیامبر و نبی علیهم السلام با ما پیام خدا برسانه، حکم خدا برسانه، احکام خود را ابلاغ بکنه. او من وراء حجاب یا از پشت پرده، او یرسل الیه رسول یا روان کنه به طرف ازی فرستاده را فیوحی باذنه ما یشاء
پس وحی بکنه به امر الله آن چیز را که بخواه الله. مخالف فیصله الله و مخالف خواسته الله پیامبر و ملک هم چیز را آورده نمیتونه. ملک به پیامبر و پیامبر به امتش چیز را آورده نمیتونه. آن چیزی را که روان میکنه فقط همش از طرف الله هست. بعد از این میبینیم که در روشنایی از این آیت الله متعال در مورد صحبتش امرای موسی علیه السلام بلا واسطه گپ میزنه و ما پیام میده. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هرگاه که آمد موسی علیه السلام لمیقاتنا به مجایی که ما تعیین کرده بودیم به خاطر ملاقات کوه طور و کلمه ربه امرای پروردگارش سخن زد. قال ربه گفت ای پروردگاری ما ارینی به ما خود نشان بده انظر الیک که ما به طرفت سعی کنم. قال گفت لن ترانی هرگز تو مرا دیده نمیتانی ولكن مگر انظر ببین الى الجبل به طرف کوه ببین به طرف یمینت ببین. در سوره طه مفصل تر برنامه. فإن استقر مكانه فسوف تراني هر جایی که نور در کوه طور مستقر شد دموجا ما هستم از اموجا امرایت گپ میزنم. فسوف تراني زود است که باز ما را ببینی نور ما را ببینی. فلما تجلى ربه للجبل هر وقت که الله نورش تجلی کرد در کوه را فرا گرفت جعله دکن پس گردید دکن کوه میده دکن دکا خاکستر شد میده شد. و خر موسی صاعقا و افتید موسی علیه السلام صاعق بهوش. این تو بهوش نیست که از مستی باشه از دیوانگی باشه یا بخی از بین رفته باشه. فلما افاق هر وقتی که بهوش آمد خیست بیدار شد گفت قال سبحانك پاکیست را تبت الیک ما توبه میکنم رجوع کردم به تو و انا اول المؤمنین و ما هستم از جمله اولین مؤمنین. پس در روشنایی از این آیات ما چند نوع مکالمه الله را امرای پیامبرا و امرای بشر مطالعه میکنیم. الف ب جیم 3 نوع. اول یا الف طریق وحی. منظور از وحی امو معنای شرعی آن نیست بلکه مقصد یک معنی از معانی لغوی او است که الهام می باشه. مراد از وحی در اینجا که امرای بشر نه تنها فقط امرای پیامبرها که تعریف شرعیش در سر پیامبرها صدق میکرد. اگر بخواه الله امرای کسی گپ بزنه الا وحیا او من وراء حجاب پس اینجا مراد از وحی یکی از امو معانی هست که ما قبلا دیروز گفتیم مورا که در معنی کلمه وحی دیروز ما پیچیدیم سخن زدیم که الهام فطری بود غریزی بود بالاخره وحی شرعی بود و بالاخره چی بود و چی بود. 5 معنا یا کاربرد با وحی ما گفتیم یکی از اقسامش هست که الهام بود مثل امرای مادر موسی علیه السلام مثل امرای مادر موسی علیه السلام که الله برش الهام کرد. چون به خاطر که قبل از نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم احادیث گوهربار پیغمبر علیه السلام آل بر ما میگه و میخوانیم ان شاء الله العزیز که اولین چیزی که به پیغمبر رخ داد علیه السلام قبل از آمدن جبرئیل برش پیام خدا را که برش بیاره خوابهای نیکو بود که میدید و در حقیقت امو الهام هست. به ارتباط الله با پیامبر از پیامبران از پشت حجاب.
ارتباط الله عز و جل با پیغمبر از پیغمبران از پشت حجاب، مثل که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب معراج اتفاق افتید. جیم با واسطه فرشته وحی، با واسطه جبرئیل علیه السلام. پس 3 نوع شد. این 3 نوع را در قرآن در آیت که خواندیم تایید میکنه. الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل الیه رسول فیوحی باذنه ما یشاء. 3 نوع در اینجا ذکر شد. اکثر وحی که بر پیغمبر آمده علیهم السلام و قرآن به او نازل شده، امی قسم 3 هست که با واسطه فرشته وحی هست. میامد فرشته وحی، یعنی که وحی را میآورد، مثل که حدیث دوم صحیح البخاری میگه مثل سلسله الجرس، مثل زنگونه که خوانده بودیم. میامد تک تک واری پیغمبر میفهمید و هو اشده علی. پیغمبر میگفت که سختترین طریقه وحی است که بالای ما میاد. و حضرت عایشه میامد میگفت که فیفصم عنه، پسی سرش عرق میامد. و این جبینه لیتفسد عرقا، حتی در زمستان بسیار شدید هم پیشانی پیغمبر عرق میکرد از شدتش. و قسم دومی از این که فرشته وحی میامد او یتمثل له الملک، مثل انسان میامد، مثل انسان. او یتمثل له ملک رجلا، مثل که ملک برش مثل انسان، مثل یک مرد میامد برش وحی میکرد. و این از او کده خفیفتر و آسانتر بود که وحی را به پیغمبر علیه السلام می آورد. به می 2 طریقه قرآن ثابت شده، به می 2 طریقه قرآن ثابت شده. مثل بچره انسان بیاید، بچره انسان بیاید. نزول اول آغاز قرآن کریم هست که اقرأ بسم ربک الذی خلق بود. و بعد از این اکثر قرآن کریم به می طریقی آمده که مثل سلسله الجرس آمده، به پیغمبر علیه السلام آمده. پس پیغمبر علیه السلام میگفت که در قلب ما چیزی که میفتاد ما او را حفظ میکردم، ما او را میگرفتم و به شما میرساندم. مطالب وحی در اینجا بود. و در اینجا برخی از شبهات که سخت ضرور هست به ما، به جوانا، البته چی دختر چی بچه، شبهات که معاندین وحی، مثل که گفتیم منافق معاصر ما کی کریم سروش، امی شبهات وحی را بالای وحی ایجاد میکنه. و این درس را به می خاطر ما ضرور میدانیم تا که شبهات اونا را بفهمیم، بدانیم و جوابش که علما گفته، هم جواب منطقی، جواب الزامی، جواب ضروری، جواب نقلی، برشان بگوییم تا که به کسی هیچ نوع شبهه واقع نشه. پس دشمنای اسلام از وقتی که قرآن کریم نازل شد، که گفتیم زمان ابو جهل لعین و نضر ابن حارس و امی قسم عتبه و شیبه و ولید بن مغیره و امثالش بود، تا حال این مکتب فرسودهشان روان هست. ایرادها یا انتقادات بالای وحی کردن و میکنن. اونا در قدم اول میگن که این قرآن کلام الله نیست، بلکه این کلام خود ساخته خود محمد است علیه السلام. پیغمبر از خود جور کرده و ای را آورده و گفته که قرآن کتاب خدا هست. مثل که امی کریم سروش معاصر هم امی قسم ایرادات را در کتابهای خود میگه که نه یک قرآن فقط امو خوابهای دیده محمد است، که خوابهایی که دیده، که قرآن را اضغاث و احلام، خوابهای بی‌معنا میگه. و ای میگه کریم سروش علیه الله که قرآن هم فقط اونمو خوابها و خیالهای محمد است که در چوکات یا قرآن یا کتاب آورد و مردم گفت که قرآن کلام الله است. علما در جواب از این میگن که این ادعا از اول به اساس است، باطل است. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگر پیغمبر علیه السلام قرآن را از نزد خود پیش میکرد، در این صورت باز چی احتیاجی بود که نسبت ازی را به الله بکنه؟ فهمیدیم؟ اگر این قرآن کلام خود ساخته خود محمد علیه السلام باشه
و قرآن کلامی که شما از آوردن یک آیت مثلش عاجز باشین. این خوب بود که پیغمبر میگفت که قرآن ما جور کردیم، نه الله. این قرآن ما جور کردیم علیه بالله و بالاخره به شما پیش کردم، شما مثل یک آیهش هم آورده نمیتونین. پس کسی که یک کار ارزنده را انجام میده، پس او را بهتر است که نسبتش به خود میکنه تا به دیگران. پس پیامبر باید میگفت که قرآن کلام ما هست، نه کلام الله، تا که بسیار موضعش و جایگاهش در بین مردم دیگه هم توثیق تر میشد که محمد که بی سواد هست ولا تخطه بیمینک، و محمدی که امی هست در بین ما امی کلام شده، بی سواد کلام شده، ولی کلام را میاره، کتاب را میاره که کسی از آوردن از او چی هست؟ عاجز هست. پس نسبت از این را به الله نمیکرد، بلکه به چی میکرد؟ به خود باید میکرد، به خود باید میکرد. فهمیدین؟ پس وقتی که نسبت قرآن پیغمبر که همین قرآنی که شما از آوردن یک سوره مثل کوثر، از فهمیدن معانی حروف مقطعات الف لام میم شما عاجز هستین، بیچاره هستین، نمیتونین مثلش آورده، پس پیغمبر باید این نسبتش به خود میکرد، نه به الله. اگر کلام خودش می بود میگفت اینا ما جور کردیم، بیاین در میدان چی کرده میتونین. باز در اینجا یک سوال پیش میشه. اگر بگوید که قرآن به خاطر به الله نسبت داده تا پیشتر مورد پذیرش قرار بگیره، به خاطر نه به خود نسبت نداد، به الله نسبت داد به خاطر که بیشتر و خوبتر مورد پذیرش قرار بگیره، علما میگه این جوابتان هم نیست، درست نیست. اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خاطر قبول و پذیرش قرآن که کلام خودش بوده باشه علیه بالله او را به الله نسبت داده باشه، پس احادیث قدسی را هم دیرست که خانه بیرم نسبتش به الله میکرد. دیگه احادیثی که هست احادیث غیر قدسی، جمع احادیث پیغمبر علیه السلام در عموم کلش پیغمبر میگه کلش خدا نازل کرده، الله نازل کرده. پس چطور فرق میکنه در بین احادیث قدسی و در بین قرآن؟ حتی که از نوشتن حدیث در زمانش منع میکنه که شما لا تکتبوا عنی غیر القرآن، غیر قرآن از ما چیز دیگر نوشته نکنین، و اگر کسی چیز نوشت فلیمحه، پس او را از بین ببره، محو کنه، از بین ببره، گلش بکنه. پس خوب بود که باز احادیث قدسی و دیگه احادیث هم نسبتش به کی میکرد؟ به الله میکرد. این کار پیغمبر نکرد. پس وقتی که نکرد معلوم دار است که نه قرآن بمو که نقلا متواترا عنه بلا شبهة از طرف الله نازل شده و این کلام محمد علیه السلام نیست. در این صورت جواب دیگه هم هست. جواب دیگه ایست که اگر این قرآن کلام خودساخته محمد علیه السلام بود، در قرآن بسا موارد ما داریم که او عتاب است بالای پیغمبر علیه السلام. باید پیغمبر علیه السلام اون نکات چی میکرد؟ دور میکرد، به مردم نمیگفت. الف یک، قصه تهمت و بهتان بالای حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که در غزوه بنی مصطلق منافقین تهمت زدن بالای زوجه مطهره ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با بهتان زنا. پیغمبر علیه السلام تقریبا یک ماه چقدر رنج کشید. اگر قرآن کلام محمد می بود علیه السلام، امو آیات که در مورد براءت حضرت عایشه صدیقه نازل شده، پس او را در اول میگفت خلاص. درست؟ حاجت بی نبود که یک ماه این قضیه طال بخوره، یک ماه پیغمبر رنج ببینه، یک ماه وحی تأخیر شود و زوجه مطهرش رضی الله تعالی عنها با او قدر مشکل روبرو شد. پس خامخا این مشکل حل میکرد از اول. اما میبینیم که قرآن کلام محمد نیست. از امو جهت است که در سوره یونس ما میخوانیم که الله عزوجل از میگه بگو قل ای و ربی انه لحق،
بگو قسم به خدای قرآن حق است و این از ما هیچ تسلط زور نیست، سلطه نیست دو ان ابدله و ما کان لی من تلقاء نفسی، ان ابدله من تلقاء نفسی، که من را بدل بکنم از طرف خود. در توان من است، به خاطر که قرآن کلام من است. با دوم، در جنگ بدر تعداد اسیرا را اسیر گرفتند. تعداد مشرکین اسیر شد، 70 نفرشان مردار شد و 70 نفرشان اسیر شد. در این مورد اسرا پیغمبر علیه السلام نظرسنجی کرد که چی کنیم، یا را آزاد بکنیم و یا همی که سر بزنیم، بندی بگیریم، اسیرشان بکنیم. پیغمبر علیه السلام در اینجا در مقابل فدیه و پول یا چی که بود که اگر 10 نفر تعلیم بتین و چی بتین، اونا را رای ابوبکر صدیق ترجیح داد و اونا را آزاد کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم عتاب میشه، آیه کریمه نازل میشه که ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. سوره انفال. نیست مناسب به پیغمبر ان یکون له اسرى، که برازی اسیرا باشه، حتی یثخن فی الارض، تا که پایش محکم شود در زمین، تا که جنگ ختم شود. تريدون عرض الدنیا، شما میخواهین، اراده دارین دنیا را و الله آخرت میخواه و الله عزیز و حکیم هست. اگر قرآن کلام، جواب ما ای است که اگر قرآن خود ساخته خود محمد می بود علیه السلام، پس پیغمبر علیه السلام در این مورد آیاتی که در عتابش آمده او را باید چی میکرد؟ دور میکرد، با مردم نمیگفت، پنهانش میکرد. امی قسم جیم، منافقین در غزوه تبوک آمدن کاذبانه از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میخواستن به ترک جهاد، چون خب پیغمبر علم غیب نداره دیگه. یک تعداد مسلمان ها هم عذر داشتن، آمدن عذر خود پیش کردن و منافقین هم از این فرصت کار گرفت، آمدن عذر خود پیش میکردن. پیغمبر علیه السلام به کلش به عموم اجازه داد که برین، که نمیرین به جنگ نروین. اما متواقب از این الله عزوجل آیت نازل میکنه و میگه که عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله از تو عفا کرد، الله تو را ببخشه، چرا برشان اجازه دادی؟ اجازه نمیدادی تا که معلوم میشد که کی راست میگه و کی هم دروغ، کی عذر صادقانه داره و کی هم عذر کاذبانه داره، تا که معلوم میشد صادق از کاذب. پس اگر قرآن خود ساخته خود محمد علیه السلام می بود، پس پیغمبر علیه السلام این آیت را هم از امت چی میکرد؟ پنهان میکرد. دال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه معظمه با یکی از سران قریش در صحبت است. حضرت عبدالله ابن ام مکتوم، صحابی جلیل قدر رضی الله تعالی عنه، که از چشمها معیوب بود، آمد پیش پیغمبر علیه السلام، گفت یا رسول الله علمنی مما علمک الله، تعلیم بده مرا به آن چیزی که الله تو را تعلیم داده، یعنی آن چیزی را که قرآن برات نازل کرده به ما بگو. پیغمبر علیه السلام ظاهرا پیشانیش کمی ترش شد، چون پیغمبر با این فکر بود که اگر مشرکین مکه ایمان بیاره اسلام قویتر میشه و میشه که اسلام دامنش گسترده شود. زمانی که پیغمبر علیه السلام کمی پیشانیش ترش میشه، سوره عبسه نازل میشه. عبس و تولا ان جاءه الاعمی، ترش شد پیشانیش و رو گردانید، ای که کور آمد. عبس و تولا ان جاءه الاعمی، ای که آمد برش کی؟ کور آمد و گفت که قرآن به ما یاد بده. چهرهش ترش شد. اگر قرآن کلام پیغمبر می بود، خود ساخته پیغمبر می بود، پس باید امثال از این آیات چی میکرد؟ پنهان میکرد.
همین قسم در جواب این معاندین میگم که اینا سوال دیگی را پیش میکنن. او سوالاش اخفا میدونه، جواب گفتیم که قرآن کلام محمد نه بلکه کلام خالق محمد است، رب ما هست جل جلاله. میگن که محمد صلی الله علیه وسلم این قرآن که درست کرده از بسیار تیزهوشیش زیرکیش جور کرده، بسیار تیزهوش بود، زیرک بود، با اصطلاح ما شما نابغه بود و این نبوغ ذهنش بالاخره ایرا قادر و توانا به این ساخت که قرآن مثل قرآن کتاب را جور بکنه و بیاره بگویه که قرآن کلام الله هست. ما میگیم که جوابتان از اول از اساس بی بنیاد هست. این سوالتان، این شبههتان، ببخشین، این شبههتان از اول به اساس هست، بی بنیاد هست. تیزهوشی و زیرکی چیزی را میگه که فعلا موجود باشه. تیزهوشی با اخبار گذشته چی تعلق داره؟ یک کسی بسیار هوشیار است ولی اخبار سابق صدها سال پیش برات قصه بکنه، ایره به هوشیاریش چی؟ هوشیاری در اینجا به درد نمیخوره. اخبار زمان گذشته، زمان سابقه، تا که کسی تو را خبر نده، برات قصه نکنه، از او تو را اخبار نده، هرگز به تیزهوشی کسی را فهمیده نمیتونه. هر قدر تیزهوش باشه یک متعلم، یک محصل، کتاب تاریخ تا که نخوانه آیا از تاریخ قصه کرده میتونه؟ نه، تا که این به تیزهوشی تعلق نداره. پس پیغمبر علیه السلام از خلقت آدم علیه السلام چطور به ما گپ میزنه؟ پس پیغمبر علیه السلام از زمانه نوح علیه السلام چطور گپ میزنه؟ پیغمبر علیه السلام از داستان قابیل و حابیل دو پسر آدم علیه السلام چطور به ما گپ میزنه؟ پیغمبر علیه السلام از هلاکت ثمودیا و دعوت صالح علیه السلام چطور گپ میزنه؟ این اخبار گذشته را به تیزهوشی کسی جواب داده نمیتونه تا که نقل نباشه برش، تا که کسی برش قصه نکنه، خبر نده. پس معلوم است که قرآن کلام الله هست و الله ای را خبر کرده و خاطر که هیچ کس دیگه از این خبر نبود. دو، اخبار از آینده که مرده ها در قبر میخیزن، روز قیامت آمدنی هست، سوال و پرسش هست، جواب هست، پل صراط هست، جنت هست، دوزخ هست. وقایی که بعدی آمده و پیغمبر در قرآن از او خبر داده، آیا چطور میشه که به تیزهوشی کسی خبر بده؟ به تیزهوشی کسی قیامت نمیفهمه، به تیزهوشی خود، به زیرکی خود نمیفهمه که بعد از مرگ زنده شدن حق است تا که برش موارد نباشه که الله عزوجل ایره نازل نکرده باشه. پس این جوابتان، این سوالتان از اول از اساس به اساس هست. 3. دشمنای اسلام در هر زمان می گفتن که این قرآن را، البته این شبهه سوم هست، اولش که خودش ساخته، دومش از تیزهوشیش بود و سومش که این قرآن محمد علیه السلام از یک استاد یاد گرفته، یک کس برش تعلیم داده، از او یاد گرفته، بالاخره باز آمده و گفته که این قرآن کلام الله است. ما میگیم تا یک قسمت این سوالتان درست است که قرآن را محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک معلم آموخته، ولی او معلم جبرئیل علیه السلام است. او معلم کی هست؟ جبرئیل علیه السلام است. اونا می گفتن که این معلم بحیرا هست و همین قسم حداد رومی هست. حداد رومی یک کسی بود که در مکه معظمه زندگی میکرد، آهنگر بود اکثرا میگه، و این پیغمبر علیه السلام گاه امرای ازی در دکانش میششت، رفت آمد میکرد و میگفتن که پیغمبر پیش از او آهنگر ششته، از او قرآن یاد گرفته. کار آهنگر امرای چکش هست، امرای سنگدان هست،
امرای کوره هست، امرای آهن است، امرای خط و کتابت نیست. کورس نبود، پوهنتون نبود، به حساب دانشگاه نبود، مکتب نبود، مدرسه نبود. از آهنگری چطور اینطور کلام را برات میاره که تو حیران شوی، که تو مثلش آورده نتانی. نه، معلم ازی بحیرا بود. بحیرا یکی از علمای اهل کتاب یهود بود که پیغمبر علیه السلام امراه از او فقط یک ملاقات در طفولیت و هم 1 ساعت را در بر نگرفت که در بصره دیده، نه کوفه، در بصره با او ملاقات کرد. زمانی که پیغمبر علیه السلام امراه کاکاش ابو طالب به سفر میرفت به تجارت، در اونجا امراه بحیرا روبرو شد. بحیرا نظر به مو پیشگویی هایی که در صفات پیغمبر علیه السلام در تورات آمده بود، ابو طالب گفت که امون نشانه ها را مده بیدرزادیت میبینم، ای پیغمبر آخر زمان باشه. در اینجا ابو طالب از ترس ازی که نشه یهود کینتوز و پیغمبر علیه السلام محمد از بین ببره، زودی را پس به مکه آورد. 1 ساعت هم طول نکشید و هم در طفولیت. آیا در 1 ساعت امکان داره که ایتو کلام را پیش بکنه که شما کل عربا کل دنیا از او عاجز هستین؟ از آوردن 1 سوره مثلش عاجز هستین؟ پس بفهمین که ای کلش واهیست. ای کلش واهیست. کسایی را که شما میگین معلم پیغمبر هست، اونا هر دوش، چی حداد رومی و چی هم بحیرا، هر دوش عجمی هست و ای قرآن کلام عربی فصیح است. و الله عزوجل درباره پیغمبر علیه السلام میگه که و ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. آیه 48 سوره عنکبوت هست. نبودی تو که بخوانی قبل ازی من کتاب ولا تخطه بیمینک، به دست راستت قلم هم نگرفته بودی. اگر نکی اینطور میشد تو کتابت یاد می داشتی، باز خامخا شک کننده ها مبطلین شک های را ایجاد میکردن. به می خاطر این حکمت الهی بود که باید تو بیسواد باشی. در مورد بحیرا قرآن میگه که اعجمی و عربی. اونا خو اعجمی بودن، بحیرا کجا عربی را میفهمید؟ حداد رومی زبانش رومی هست، کجا عربی فصیح را میفهمید که قرآن بیاره؟ و شما از آوردن یک حرفش، از دانستن یک حرفش که الف لام میم هست، صاد هست، طه هست، نمیفهمین، پی نمیبرین. 1 سوره خورترک مثل کوثر را آوردن نمیتونین. پس چطور شود که ایت یک قرآن را بیاره به شما که شما از آوردن از او عاجز هستین؟ پس در حقیقت پیغمبر علیه السلام این قرآن را از طرف الله آورده، نه کلام خودش هست و نه خود ساخته خودش. کاملا این چی میشه؟ جوابات، ایرادات که در رابطه با وحی بود چی شد؟ مرفوع شد. امی قسم اینمی ایرادات. به خاطر ما مثال خواستم که در این مورد کمک زیادتر گپ بزنیم که دین ستیزای خبیث فعلا خاصتا در گذشته ها در نظام پیش بسیار زیاد بود و از طریق سیکولرها این ایرادات می کردن. یکی از شاگردای ما از دارالعلوم سالهای تقریبا 87 و 88 بود که فارغ شد، رفت پوهنتون کابل، در ادبیات پوهنتون درس میخوان. اول نمره صنف خود هم بود. هم صنفیاش قسم میکرد، میگفت که او بخی فکر دیگه شده. چه رقم شده؟ میگفت از ما پرسان میکنه با وجود که در مسجد هم میامد از ما درس میخوان، دمی مسجد میامد و البته وقتی که در مدرسه بود در خانه ما میامد درس خواندن. گفت که میگه که آیا الله قدرت داره که کل دنیا را در بین یک تخم جای بده؟ گفت ما گفت نه، عقل قبول نمیکنه. قدرت الله اینقدر نیست که علیه بالله این کل دنیا را با اینقدر کلانیش در بین یک دانه تخم چی کنه؟ جا بده. خب ما گفتم این جواب از این خاصان بود. تو میگفتی که در شکم مادرت کی اکسیژن داد؟ پمپر تو در شکم مادرت کجا بود؟ شیرچوشک تو در شکم مادرت کجا بود؟ هر مرحله زندگی فرق میکنه. پس ای آسمان و زمین که الله پیدا کرد، اول خالقش کی بود؟ از روی کدام نقشه الله را پیدا کرد؟ این کل شبهات است که بر ما پیش میشه.
مثل که گفتم کریم سروش اینمی قسم در بین مردم کار کرده تا که امو شبهات را از طریق بعض فرصت طلبا به نام این و آن در بین ما پخش بکنه. این بود مسائل مربوط به وحی و شبهاتی که بالای وحی می شد و جوابهای مختصرش کمی قدر در ذهن ما باشه. یکی از مسلک هایی که در دنیا هست در بین مسلمان ها به نام متکلمین هستند و عنوان خورترک میگیریم که نظریه متکلمین در مورد قرآن چیست. نظریه متکلمین در برای قرآن چیست؟ فلاسفه اسلامی با تأثر از فلاسفه یونانی خواستند که قرآن را در میزان فلسفه عقل تشریح کنند و این را باید بفهمیم که هر وقتی که شرع را تابع عقل ساختیم گمراه میشه آدم. عقل را تابع شریعت بساز، تابع قرآن و سنت بساز، باز از گمراهی انسان نجات میابه. اینقدر گروه هایی که گمراه شدن به می خاطر مثل فلسفی ها و دیگرها که اونا مدار اصلی عقل قرار دادن، نقل را تابع عقل ساختن. پس اینا کلام را به دو بخش تقسیم کردن فلاسفه. یکی کلام قائم به نفس خود که حرف و صوت و جمله نداره و یکی هست. دوم کلام خارج از نفس که دارای حرف و صوت یعنی آواز، حروف و جمله می باشه و میشه کیره شنید، میشه ایره بشنویم. به می خاطر این سوال را طرح کردن که آیا قرآن مخلوق هست و یا هم نه. ببینین که گپ از کجا خراب شد. از اینجا خراب شد که فلسفه اسلامی را تابع فلسفه یونانی کردن. بالاخره در عقلیات آمدن، از نقلیات بر آمدن. باز گفتن که کلام خو یکی است که صوت داشته باشه، آواز داشته باشه، حرف داشته باشه و یکی هم است که قائم به ذات خود نباشه که حرف نداشته باشه، قائم به نفس خود که حرف و جمله و دیگه هست نداشته باشه و دیگهش که حرف و صوت و دیگه داشته باشه که آواز داره شنیده میشه. به این بخش کلام را یا سخن را به دو بخش تقسیم کردن. به این سلسله بود که وسوسه های شیطانی دنبال اینا آمد. هر وقت که انسان از مدار شریعت خارج شود باز شیطان دنبالش میآید. شیطان باز بسیار خوب دیگه نفر زنده پیدا میکنه که به هر دوله که بگویه ای باز میرقصه دیگه پشتش میره. در حقیقت مفتی شیطان قرار میگیره. شیطان همینطور شیطانهای انسی را کار داره تا که مردم را بیشتر گمراه بکنه. همین فتنه را انداختن که آیا قرآن مخلوق هست و یا هم قرآن مخلوق نیست. این اعظمی سلسله نظریه متکلمین درباره قرآن، این فتنه در زمان هارون الرشید و امین الرشید و مأمون الرشید پیش شد که آیا قرآن مخلوق هست و یا هم مخلوق نیست. که علمای اهل سنت و جماعت در این مورد زیاد تکلیفا را دیدن. امام بخاری از منطقه خود به خاطر کشیده شد که گفت که الکلام کلام الباری و صوت صوت القاری. کلام الله هست و صوت آوازی که ما میکشیم آوازی کی هست؟ مخلوق هست. آواز بنده هست و آواز مخلوق است. بالاخره گفتن که امام بخاری میگه که قرآن مخلوق هست. پس مسلمان واقعی هموست که در این مورد یا موارد دیگه که فایده نداره معلومات خود حاصل کنه ولی همه قدر فقط که دفع شبهات بکنه. نه ای که خط اساسی خود باز امی شبهات قرار بده پشت از امی رفته بره. بعد از این که خلاص شدیم از این مورد هم بسیار مختصر عنوانا را فقط میگیریم تا که یک نظریه کلی در ذهن ما باشه در چند روز انشاءالله. آمدیم سر قرآن.
سر شمار آیات قرآن کریم که چند آیت هست. امی قسم شمار کلمات قرآن و حروفش چند تا هست. تقسیم بندی های دیگه قرآن کریم به چی قسم میشه؟ در 6000 یعنی آیات قرآن کریم که تا 6000 است دی اتفاقی هست. از 6000 او طرف اختلافی هست. نظریه مشهور غلط امیست که 6666 هست و این نظریه غلط است. این نظریه خطا هست. معروف شده، حتی تعداد از علما هم این را نقل میکنن. باز بر از این جاگاه هم میکشد که 1000 سوره 1000 آیتش قصص و 1000ش امثال است و 1500 آیتش این احکام است و بالاخره 100 آیتش 666 آیتش آیت منسوخ است چیز میکشن آبراو. اما این نظریه را حتی که تعداد زیاد از علما بخی نقل نمیکنن، به خاطر که از اول اساس نداره. نهایتا که اختلاف شده تا 6200 چند اختلاف هست. پس برخی علما میگه که تعداد آیات قرآن کریم 6200 هست. بعض میگه 6204 آیت هست. بعض میگه که 6014 آیت هست. بعض میگه که 6219 و 217 آیت هست. برخی میگه که 6234 آیت هست. خی نظر صحیح کدام هست؟ والله اعلم 6236 آیت نظر قابل راجح هست که علما ای را ترجیح میتن. 6236 آیت 6236 آیت. خب در این باز یک شبهه به ما پیش نشه. خب از امو طرف پیروای کریم سروش یا امثالش در عصر ما که دیگه اگر قرآن کلام الله هست چرا اختلاف پیدا شد که 6666 و 6219 و 6214 و 6236 یا 234 خیلی معنایی است کسایی که کم میگه باید اینم قدر حروف یا آیات قرآن کریم چی شود؟ کم شود. کسی که بیشتر میگه باید اینم قدر زیاد باشه، در حالی که ما همه قرآن کریم که میبینیم امو یک تعداد آیات هست. فرق در کجاست؟ فرق در اینجاست. الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. برخی امی الف لام میم مثلا یک آیه مستقل حساب کردن. برخی میگه که این حروف مقاطعات این آیت مستقل نیست که آیت دیگه که یک جای شده باز آیه شده. پس میگن که الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم این یک آیت هست. فهمیدین؟ صاد قاف امثالش. برخی دو آیت یک آیت دانستند. در بین میبینیم که فرقها هم هست. دمی قرائت های هفتگانه که انشالله اگر خواست خدا بود یا کمک معلومات در موردش خواد فهمیدیم. بعض او را یکی دانستند. بسم الله را که انشالله میخوانیم برخی آیت اول هر سوره میدانن که در هر سوره بسم الله نازل شده. پس در هر سوره که اگر بسم الله جزء آیت مستقل از سوره باشه 114 آیت بیشتر میشه نمیشه شمارشش. یا سوره فاتحه که برخی میگن آیه مستقل است 7 آیت یا 8 آیت که تزوم میشه اگر صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ایره 2 آیت حساب بکنیم 8 آیت میشه. پس این اختلاف آیات کمی و زیادی آیات به این خاطر است. خب به این معنا نیست که گویا آیات قرآن کریم در یک قرآن کسایی که 214 میگه کم است و کسایی که 2666 میگه همه قدر زیاد است و این قدر آیات یکی قبول نداره علیه بالله و یک قدر آیات کسی دیگه قبول نداره. این گپ نیست. کلمات و حروف قرآن کریم. فضل ابن شاذان بذال هست. از عطاء ابن یسار روایت میکنه که کلمات قرآن کریم 77493 کلمه هست. 77493 کلمه هست.
قول دوم، عبدالله بن کثیر از مجاهد روایت میکنه که ما حروف قرآن را شماریدیم. او کلمات بود، ای حروف. همه حروف قرآن کریم 321,180 حرف بود. پس میگم برات، همه حروف قرآن کریم 321,000 یا 321,180 حرف هست. امی قسم فضل از عطا ابن یسار باز روایت میکنه که حروف قرآن کریم 323,015 هست. 323 نوشته کنین، باز یک نقطه نقط بانین، باز 15 نوشته کنین که 323,015 شود. سلام و سلام ابو محمد حمانی میگه که حجاج بن یوسف تمام قاری‌ها را جمع کرد. اونا را گفت که به ما خبر بتن که قرآن کریم چند حرف داره. میگه ما حروف قرآن کریم شماریدیم تا که فهمیدیم که حروف قرآن کریم 340,740 بود. 340,740 یعنی یک بار 340 نوشته کنین، باز 740. این یک معلومات بسیار مختصر در مورد کلمات و حروف قرآن کریم بود و این خیال آسان است. خب علما وقت حساب کردن که نه ماشین حساب بود و نه کامپیوتر بود و نه دیگه بود. حالا آسان اگر ما هم خواسته باشیم به بسیار سادگی هر سوره هر حرف را، حتی که نون چقدر آمده، یا چقدر آمده، کسره و فتحه چقدر آمده، همش حتی علمای معاصر او را نوشته کردن، درج کتابای خود کردن. قرآن کریم کلام موجز الله است. امی قسم تقسیم بندی های دیگه هم داره. پس قرآن کریم را زیاد در تقسیم بندی هایش حجاج ابن یوسف زیاد کار کرده. حجاج ابن یوسف از یک طرف که خیر ظالم بود، خو از طرف دیگه خدمت بسیار زیاد به قرآن کرده. از قاریای بسیار معروف و مشهور بود، از تابعین کبار بود، هرچند که تعداد از صحابه را هم مثل عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه را شهید ساخت. نواسه حضرت اسماء را بچه حضرت اسماء نواسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را، خواهرزاده حضرت عایشه صدیقه را رضی الله تعالی عنهم اجمعین. پس او در مورد قرآن خاصتا نقطه گذاری قرآن، زبر و زیر یا اعراب قرآن کریم زیاد کار کرد. صرف به این خاطر که در زمان حجاج بن یوسف وسعت گسترش نظام اسلامی تا کشورهای عجمی زیاد آمد و عربها خو مشکل به خواندن قرآن نداشتن. اگر زبر زیرم نمی بود، اگر نقطه هم نمی داشت، هیچ چیز نمی داشت، اما او غم دیگران را خورده و بالاخره به این فکر شد که نه، قرآن باید زبر زیر پیدا بکنه. بین ها، بین خا، بین جیم باید یک فرق باشه که جیم را نقط در وسطش دادن، خا را در سرش ماندن و ها را همیتو به نقطه گذاشتن. با و تا و ثا یک قسم نوشته میشد. خطای کوفی را که شما سعی کنین، در او وقتایی که بود نقطه گذاری نداشته قرآن کریم، ولی وا میخواندنش. سین و شین یک قسم بود، صاد و ضاد یک قسم بود، طا و ظا یک قسم نوشته میشد، ها و خا و جیم گفتیم یک قسم نوشته میشد، را و زا یک قسم بود، ژ خو بخی نبود، نیست در عربی. پس او میگه که حجاج بن یوسف یک روز میگه با خود من اندیشیدم که امینیم قرآن کریم در کجا میشه. میگه ما وقتی که حساب کردم خودم، ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، در سوره کهف دمی فای ولیتلطف که خلاص میشه، نصف قرآن کریم به حساب کلمات و حروف دمی جنیم میشه. ایره میگه ما فهمیدم که نیم قرآن کریم دمی جا میشه در حرف فا در کلمه ولیتلطف. میگه ما گفتم که خی ثلث قرآن در کجا خواهد بود. میگه ثلث قرآن یافتم در آیت 202 سوره براءت و آخر ثلث قرآن کریم خو بالاخره و ثلث دوم قرآن کریم
آیه 100 سوره شعراء بود و ثلث سیوم قرآن کریم بالاخره من الجنة و الناس ختم شد. بعد از این میگه قرآن کریم را خواستم که بفهمم که 7 حصه هفتمش کدام میاد که ما با حساب منزل میگیم. قرآن 7 منزل داره، هر منزلش از کجا هست؟ پس ما فهمیدم که فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه. آیه 55 سوره نساء در اینجا یک منزل اول ختم میشه و دومین منزلش در حرف تای فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره سوره اعراف دهوجه میشه و می قسم منزل سیومش در الف دوم کلمه اکلها دائم و ظلها سوره رعد پاره 13 اکلها دائم و ظلها تلك عقبى الذين اتقوا و عقبى الكافرين النار دونجه میشه و بالاخره منزل چهارمش در الف که در سوره حج میه ولکل امة جعلنا منسکن در الف منسکن در اینجا آمده. پنجمین قسمتش در های جمله و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة تای گرده که هست در سوره چی هست؟ سوره احزاب آغاز پاره 22 در اونجا هست و بالاخره ششمینش قسمتش در واو سوره فتح در رکوع اولش والظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء دمی سوء اول که میه در ظاش ظانین بالله ظن السوء در اینجا بی قسمت میشه و هفتمینش تا آخر قرآن کریم برمیگرده. امی قسم قرآن کریم 30 پاره داره و هر پارهش 4 ربع داره که ما ربع میگیم در کشورهای آسیایی مثل پاکستان و افغانستان و هندوستان. کشورهای عربی به نام حزب میگیش. قرآن کریم های عربی را کسایی کنیم باز جا حزب نوشته کردن، ما به نام ربع میشماریمش، اونا به نام حزب.